خب بریم سراغ حرکت دیگه قایقی با دست عادی، دست عکس، دست جمع و غیره. بچه‌ها آرنجمون رو توی این حرکت باید یه مقدار بیاریم بالا، چون هدف عضلات بالای زیر بغله و یه مثلث باید تشکیل بدیم. خب ممکنه از شما خواسته شه تو این حرکت تنتون رو از 90 درجه بیارین عقب‌تر به این صورت. سعی کنید دستاتون رو بیش از اندازه باز نکنید که حرکت براتون سخت بشه و نتونید انجامش بدید. ببین من توی این حرکت دیگه به خوبی نمیتونم زیر بغلمو منقبض کنم و یا اگه یه مقدار دستامو باز سر بگیرم حرکتم محدود میشه و کاملا نمیتونم دستامو بیارم عقب. ممکنه از شما خواسته بشه توی این حرکت دستاتون رو اندازه عرض شونه بگیرید. این میشه اجراش. بریم سراغ اجرای قایقی‌های مچ عکس. تو حالت معمول دستم 1.5 برابر عرضشونم بازه به این صورت. آرنجمو میارم عقب، عضلات زیر بغلمو به هم نزدیک میکنم ولی مهرای کمر رو هم تا نمیکنم. بازم سینه بالا، اجازه نمیده شونه‌مون بیفته. زیر بغل قایقی مچ عکس، دست باز تقریبا دستات تو این حالت. بیش از اندازه اگر باز کنم حرکت رو کلا خراب کردم. و یه دونه اجرای دست جمع میمونه که یه مقدار از عرض شونه دستام جمع‌تر و یا میتونه کاملا جمع‌تر باشه به این صورت.